یعقوب یسنا، نویسنده و پژوهشگر هستم. بسیار خرسند و خوشنودم، میبالم از این که فرصت پیش آمد تا جشن استقلال تاجیکستان، کشور دوست، ام زبان، ام فرهنگ و ام تبار شاد باش عرض میکنم. من نخست جشن استقلال کشور تاجیکستان را به رهبر ملت تاجیکستان و رهبر تاجیکان سراسر جهان جناب عالی امام علی رحمان شاد باش عرض میکنم و برای جناب عالی آرزوی تندرستی و موفقیت دارم. دوم، جشن استقلال تاجیکستان را به ملت سرفراز تاجیکستان و به تاجیکان سراسر جهان شاد باش عرض میکنم. امید دارم مردم تاجیکستان و تاجیکان سراسر جهان همیشه سرفراز، کامیاب و پیروز بمانند. با مناسبت جشن استقلال تاجیکستان، خواهش من از کشورهای همزبان مانند ایران، تاجیکستان و افغانستان این است هرچه بیشتر با هم دوست و نزدیک شوند تا به خوبی بتوانند از زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی پاسداری کنند. با درود و مهر فراوان. این میهن ماست ای دوست، این چمن ماست ای دوست، در این چمن بروید گل و سمن ما ای دوست. در این ملک نیاکان همه خوش همه شادان، دوستش می‌دارم زی جان، این وطن ماست ای دوست. آبش چون آبی زمزم، باغش چون باغ ارم، سیاووش سهراب و رستم، تهمتن ماست ای دوست. بیایی مهمانی گر، خواه شام و خواهی سحر، نوری دیده تاجی سر، این وطن ماست ای دوست. این میهن ماست ای دوست. سلام و عرض ادب خدمت دوستان، سروران، عزیزان، وطنداران و تاجکان سراسر این کره خاکی، بخصوص تاجکان تاجکستان عزیز و دست اندرکاران راجوی برونمرزی از راه دور حضور شمایان تقدیم می‌دارم. فرارسیدن 31 سالگی استقلالیت این ملت باشامد را بخصوص به جناب عالی پیشوای معظم ملت غیور تاجکستان عزیز و کافه ملت وطن دوست و باشامد تاجکستان از خلوص قلب تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. آرزومندم در حفظ استقلالیت و پاسداری از وجب خاک این خطه باستانی و تمدن فرهنگ اصیل تاجکستان چون مردمک چشم حفاظت نماید. اینک بدین مناسبت یکی از ایجاد شدگی‌های تازه خویش را خدمت شما عزیزان به خوانش می‌نشینم. تحت عنوان استقلال. امام علی رحمان فخری به تاجکستان، از جان دل فداکار، بر ملت از غمخوار، هر روز فکر تازه، هر بیشه سبز و تازه، هر گام با عطوفت، شهر از با تراوت، ملت شود شکوفان، ملکش شود چراغان، از صدق دل خدمت، امواره بر ملت، صدعا نهاد عالی ایجاد بر ملت. او مرد قهرمان است، نامآور زمان است، امواره شاد دارش، او مرد جاودان است. صدها مرد گمنام خاصان دیر و دوران، چون فخرالدین رازی، چون صدرالدین عینی، چون رودکی توانا، چون بوعلی سینا، تاریخ گشت روشن در روزگار رحمان، عمرش دراز بادا مردش او نکونام. امیدوار هستم این روز بار در زندگی شما تکرار شود. روزهای خوش و آینده با سعادت نصیبتون باد. محمد یوسف خسته، مهاجر تاجک مقیم در افغانستان. وقت شما خوش، ایام به کامتون باد. در این لحظه های فرح بخش کل تاجیکستانیان و تاجیکان تمام جهان را به فرارسی روز استقلالیت تاجیکستان عزیز مبارکباد گفته به همگان تن صحت و خاطر جمع، روزگار پرفیض و برکت، سعادت خانوادگی، خوشبختی، سرسبزی و سربلندی
آرزو می نمایم زنده و سلامت باشید. امروز 9 سپتامبر روز استقلال تاجیکستان است. من به همه مردم تاجیکستان و مردم تاجیک و پارسی تبار در سراسر جهان تبریک می گویم که امروز روزی است که ملت تاجیک وطن خود را به دست آورد. امیدوارم تاجیک های موقعیت از دست رفته خود را در تمام مناطقی که در آن زندگی می کند بازیابند. به همه برادران و خواهران تبریک می گویم. زنده باد تاجیکستان، زنده باد ملت تاجیک.